سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین به این ویدیو جدید. بچه ها، من یه دست استارت کردم بتل به یک ویدار خوردم. حالا الان میریم ویدیوهاش رو میبینیم که ببینیم کیو زدم. خب بریم اینجا تو فایلا. این بود فکر کنم، به نظرم بذارین. نه اینم نبود. چی؟ کاراکترت غیب شده. اینم نبود. اینه. خب بچه ها اینو نگاه کنین که من کیو زدم دیگه. ساکورا هم داشت، فول بود اکانتش. خب اینجا و اون ساکورا ویدار انکوش نمیدونم کیه، ولی ویدار بود دیگه. ساکورا هم داشت این ویدار. بذار یکم بیارم عقب‌تر. اینا بچه این نیست. اینا همین ساکورا یا 228 دارم. اینا یارش تموم. این اولین بار. حالا بریم جلوتر. خب اینم بار بعدی. این نیست، این یه نفر دیگه بود. داشتم باش کار می‌کردم که از آخر زدم و مردم. بیارم گفتم بیار ریوایوم کنه و بار بعدی انکوش الان مرد. خب حالا یکم بریم جلوتر. اگه من دارم اشتباه میگم اسمشو شما تو کامنت ها بگین اسمش چیه، چون نمیدونم واقعا. اینجا که هیچ. خب الان نه این همین ساکورا تموم. تیم وای پد. خب این تیم وای پد شدن. خب. حالا اینو ببندیم بریم داخل خودگی. خب بچه الان بریم اینجا. من یه دست استارت کرده بودم، کل یارام رفته بودن. خب و این دست اول که خراب کردم. بذارین نگاه میکنیم چند دقیقه. 9 دقیقه. بذارین سرعتش رو یکم برمارد. نگاه کنیم. فقط فشار خوردم من داخل این دست. چرا یارم رفتن؟ دست اول تا نمیدونم دست دوم بود یا سوم خوردیم. بعد از اون دست من داشتم میزدم و حالا نگاه کنیم دیگه. این دستم فکر نکنم کسی رو زدم و فکر میکنم از دست بعد شروع بشه اونایی که میزدم. حالا بریم جلوتر. یارم از همین دست دیگه رفتن. بریم الم شد این شماره 3. این یکی دیگه هم الان الم شد. اینم الم شد. اون حمزه هم الم شد. باختم. بینم مپ نه از این دست هم نیست، دست بعدشه. یکم بزنم جلوتر.
یارام هم خیلی نوب انداخته بود. حالا این شماله که خودش رفیقم بود ولی بقیه رو واقعا نوب انداخته بود. از این دست من میزدم و فشار داشتم میخوردم دیگه. آره الان بریم جلوتر. حالا اونا هم هی راش میدادن با تا رو میزدن. خب از اینجا دیگه شروع به زدن. دو تا بس خورد اینجا تا این اولی اینم رفت. افکنم میخواد سیاراش رو ریوایل بده ولی ندیدم. از این اینو زدم رفتم اولیون. اونم خیلی نمید ایس کردم این دست رو. خب حالا بریم دست این دستم حتی زدم. بچه اگه تا اینجای ویدیو رو دیدید و هنوز نه لایک کردین نه ساب کردین و نه کامنت گذاشتین کار بدی کردین و حتما این 3 تا کار رو انجام بدین. آره دیگه اینجا یه صدا خیلی داره. نمیدونم شما فهمیدین یا نه ولی حساب نکرده. این دست شماره 3 یه نفر رو زد که من منتظر بودم اون یارمون بره ریوایوش کنه که این دستم ایس کنم که نرفت ریوایوش و ایس نشدم. این دست 3 تا کیل گرفتم. این دست من فشار خوردم. این دست خیلی فشار خوردم. حالا میبینید چرا. نگاه کنین فقط اینجا هیچی نمیگه. یکیش این دست اصلا به صورت برام مهم نبود. فقط میخواستم بزنم. این آخری ببینیم اینقدر دمیرش کردن. باید هد UMP میخورد به اونی که ناکه. شما بگین تو کامنت ها این چقدر فشار داره. واقعا فشار خوردم اینجا من. خب بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردید و تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ و لایک و ساب فراموش نشه. فعلا